به نام خدا. فصل 1 درس زندگی. دوستان خوبم سلام. من یک پژوهشگر هستم و قصد دارم چند مدتی برای آموختن مطالب جدید در کنار شما باشم. خب عزیزان، اگر موافق باشید در ابتدا ببینیم دانشمندان چطور پاسخ پرسش‌های گوناگون رو پیدا می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم در ابتدا یک ویدیو ببینیم و در ادامه با هم بیشتر صحبت کنیم. ویدیو رو دیدین؟ فکر میکنم بتونید حدس بزنید در مورد چی میخواییم صحبت کنیم. تا به حال حباب ساخته اید؟ یادتان هست که حباب سازها چه حباب هایی رو درست میکردن؟ حالا فکر میکنید اگر شکل حباب سازها تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما امروز میخواهیم یک آزمایش خیلی جالب انجام بدیم و بفهمیم که چرا حباب ها شکل های مختلفی دارند. آماده اید؟ بیایید ببینیم سیم ها چطور حباب های گرد یا متفاوت میسازند. برای یافتن پاسخ باید طراحی یک آزمایش. خب حالا 2 تا سیم داریم. یکی به شکل دایره و یکی به شکل مربع. سوال این هست: فکر میکنید وقتی این سیم ها رو توی آب و صابون میزنیم حباب ها چه شکلی میشوند؟ بیایید با هم آزمایش کنیم. جمع آوری اطلاعات. حالا ببینیم حباب ها چه شکلی شدن. آیا حباب سیم های دایره‌ای و مربعی فرق میکنن؟ اینها را در دفترتان بنویسید و با دوستانتان صحبت کنید تا ببینید متوجه چه چیزی میشوید. پیش بینی. حالا که حباب ها را دیدید، فکر کنید اگر سیم به شکل مثلث بود حباب چه شکلی میشد؟ نظرتان را در دفتر بنویسید. بعد این آزمایش را انجام بدهید. نتیجه گیری. نتایج را به دوستانتان بگویید. آیا همه شما حباب های یک شکل دیدید؟ حالا فکر میکنید این آزمایش را میتوانید برای چه چیزهای دیگری انجام بدهید؟ مثلا اگر سیم ها را به شکل ستاره یا قلب درست کنید حباب ها چه شکلی خواهند شد؟ دانشمندان کلاس 4، شما هم مانند دانشمندان به کمک مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات از آزمایشات درباره پاسخ پرسش‌های گوناگون پیش‌بینی‌هایی را بنویسید.